امروز سازمان با هم تماس گرفت و یه مأموریت خیلی عجیب بهم داد. اونا ازم خواستن که به خونه بهترین رفیقم یعنی ترور برم و از اونجا دزدی کنم و وقتی که ازشون پرسیدم دلیل این کار چیه، بهم گفتن که باید یه وسیله‌ای رو از تو خونه ترور بدزدم که اگر این کارو نکنم ممکنه دنیا به آخر برسه. بچه ها باورم نمیشه حاجی، بالاخره بعد از 10 سال انتظار امروز صبح بچه ها راکستر همینجوری داره اینجا میبینی توییت زده و توی توییت گفته که اول ماه دسامبر میخواد اولین تریلر از بازی جی تی ای بعدی یعنی جی تی ای 6 رو رونمایی کنه. اصلا خیلی چیز عجیبه. اول دسامبر بچه فکر کنم میشه به تاریخ خودمون در 12 آذر اگه اشتباه نکنم. تا اون موقع بچه منتظر باید باشید. توی کامنت ها بچه بنویسید شما جی تی ای رو با کدوم یکی از نسخه‌ها شروع کردید. من که یادم با جی تی ای 3 بود. حالا یه عکس اینجا بیاری که خیلی خفن. شما رو من از کجا بردن؟ الو؟ آقای فرانکی، صبحتون بخیر. ممنونم، مرسی، صبح شما هم بخیر. ببخشید میدونم بپرسم شماره من از کجا گیر آوردین؟ این کارا برای ما کاری نداره. آقای فرانکین، امروز یه مأموریتی واسهتون داریم که باید این مأموریت رو برای ما انجام بدیم. باید بری از خونه دوستتون یعنی ترور برای ما یه وسیله بدزدید و بیارید. ترور چه وسیله‌ای داره تو خونش به در شما بخوره؟ حالا بهتون میگیم، فقط اینکه قبول میکنید دیگه. آره؟ نه معلومه قبول نمیکنم. من تو خونه بهترین رفیقم برم دزدی کجا؟ من تو زندگیم تا از خونه بهترین رفیقم دزدی نکردم. البته فرانکلین رفتیم دزدی کردیم ولی دیگه بعد از اون دزدی نکردم. پس قبول نمیکنید نه؟ نه بابا قبول نمیکنم آقا، اصلا اینجوری شما من قطع میکنم. خداحافظ. این شماره من از کجا گیر آورد این سازمان؟ بچا سازمان تو ویدیو قبلی برای اولین بار رفتیم وارد سازمان شدن. اگه ندیدینش همون ویدیویی بود که فرانکلین توی جی تی ای گم شده بود و اصلا یه جای عجیبی بود. من دیگه بمیرم هم حاضر. در خونم یه نفر زد. ببینید کیه این وقت صبح؟ یه بار نمیذارم ما با این تریلر یا خدا. بچه‌ها فکر کنم اینا از سازمانن. جانم آقای فرانکی، لطفا مأموریت رو قبول کنید. وای بچه‌ها این نکن. مأموریت قبول نکنم چی میشه؟ میخواید امتحان کنیم؟ نه نمیخواد امتحان کنیم. نذاریم مورد پدر ما رو در بیاری. باشه بابا قبول میکنم مأموریت. باید چیکار کنم؟ الو سلام. آقای فرانکی، خیلی خوشحالم که شما مأموریت رو قبول کردید. خوشحال نباش، من از زور مأموریتتون قبول کردم. میخوای منو بکشید؟ دو نفر با اسلحه زبونم گیره. 2 نفر با اسلحه فرستادی جور در خونه من میگه مأمور میاد مأموریت رو قبول کنی. خب باشه بابا قبول میکنم. باید چیکار کنم؟ چی باید برم بدزدم از خونش؟ کلیت داستان آدرسه بهتون توضیح میده، فقط اینکه وسیله‌شو ما هم واسهتون جور میکنیم. الان تنها کاری که باید بکنید اینه که خیلی زود برید در خونه لستر، چون اگر این دزدی دیر انجام بشه اتفاقای بدی برای دنیا بیفته. چی اتفاقای بدی برای چی قطع کرد؟ کلا بچه حرف زدنشون رفتارشون با آدم فرق داره. نمیدونم مثلا از کجا اومد. یا داداش من قبول کردم یه برو گم شون و گفت باید بری با لستر حرف بزنی. مثلا لستر مگه لستر اصلا اینا رو میشناسه؟ خونه لستر در خونه‌ش رو بزنی. تو رو خدا خونه باش لستر. کلی سوال ازت دارم. فرانکلین تویی؟ من حیاط پشتی ام. بیا حیاط پشتی. حیاط پشتی کجا می اوه چرا خونه‌اش نیست؟ ببینم کجای لستر. اوه لستر خیلی تجهیزاتت خفن شده. عالی استریمر شدی یا پول اینا رو از کجا بردی؟ خدا چی فکر میکنی فرانکلین؟ حالا اینا رو ولش کن. فکر کنم سازمان باهات تماس گرفته و مأموریت بهت گفته. آره سازمان آره با هم تماس گرفته. واسه ببینم تو من که سازمان رو میشناسی؟ همه سازمان رو میشناسن. باشه الان باید چیکار کنیم؟ اونا گفتم وسیله‌اش از ما مأموریت تو برو از سرور بگی. یعنی چی کار باید برام بکنم؟ چه چیزی باید برام بدزدم و تو باید به من بگی. خب پس بهتم گفتن یه اون وسیله‌ای که گفتن و ندزدیم چه اتفاقی میفته؟ نمیدونم گفت دنیا نابود میشه. همچین چرت و پرتی گفت. بله دقیقاً دنیا قراره نابود بشه. البته به همین سادگی هم نیست. وسیله‌ای که تو باید بری از تو خونه ترور بدزدی در واقع یه دونه ماشینه. یه ماشین نظامی خیلی عجیب غریب که توی کل دنیا فقط یه دونه ازش ساخته شده و همین الان اون یه دونه دست تروره و ترور به شدت از اون ماشین محافظت میکنه. تو که دوست داشتی میتونی یه جوری اون از خونه بکشی بیرون و با اون وسیله‌ای که سازمان بهت میده بری اونو بیاری. ماشینه عکسش واسم میفرستی دیاره؟ آره بیا اینم عکسش. خب بچه بالاخره رسیدیم خونه. اوه نزنید زیر ما. الو باشید زیرمون. بچه رسیدیم در خونه ترور. الان تنها کاری که بچه باید برم بکنم اینی که یه ذره خونه‌ش رو بگردم ببینم اگه چیز میز داره. خودش هم اینجاست. وای دست من میشناسم. چون ماشین رو دیدی؟ بابا زی دور بزنم ماشین رو. بچه این پشت پارک میکنم که نبینه ما رو.
بذار ببینم چه ماشین رو نگاه کنید آجی. اون چیزایی هم که عقبشه نمیدونم، امیدوارم موشک نباشه. اوکی امیدوارم موشک نباشه. رفیق اسکلش که اینجاست. 2 تا دوربین هم داره خونش. بچا خب چه دوربینا رو دیدن. دوربینا رو بچا یادم باشه شب اومدین قبل از اینکه اصلا عملیات شروع کنم برم ماشین رو بدزدم دوربیناش از کار بندازم. الان کاری که من میکنم اینه که یه زنگ بهش میزنم و یه دونه قرار ملاقات باش میذارم، مثلا میگم بریم با هم دیگه بریم سینما امشب، بعد خودم نمیرم. اوکی خب اینجاش هم تمیز شد. ای بابا کیه داره به ما زنگ میزنه؟ فرانکلین که این مثلا یه بار ما رو ول نمیکنه. ببینم چیکارمون داره. الو سلام، چطوری تره؟ خوبی؟ کجایی؟ سلام فرانکلین، خوبی؟ خونم چطور؟ چی شده؟ نه طور خاصی نشد، فقط میخواستم بدونم حاجی دلم گرفته تره. میخواستم بدونم امروز امشب یعنی چی کاره ای؟ نمیدونم چوری با تو حرف بزنم باشه. امشب کار خاصی ندارم. کجا میخوایم بریم؟ بریم من پیتزا میخورم. پیتزا آره بابا حد اصلا پیتزا باید میدم حال کنی یا پیتزا داشتم حد اصلا خوردن داره. آقا ببین یه دونه بلیت گرفتم، یه دونه که نه یعنی 2 تا بلیت فیلم اوپنهایمر. نمیدونم چی جدید اومده، بریم با هم دیگه تو سینما بشینیم ببینیمش و عشق کنیم. نظرت چیه؟ وایسا ببینم یکم فکر بکنم خبر. باشه قبوله. کی؟ امشب من دیگه میام دیگه. امشب تو ساعت 10:30 اینا بیا جلو در خونه من که با هم دیگه بریم. خب چرا تو نمیای اینجا با هم دیگه بریم؟ خب نه دیگه من یه کوچولو کار دارم تا تو بیای دیگه کارامو انجام میدم دیگه. همون 10 اینا بیا که دیگه فیلمم 11 شروع میشه اوکی باشه. خیلی خب بس دهونی داره خونه‌تمون. دیر نکنی فرانکلین. نه بابا دیر نمیکنم، خیالت راحت تره. پس بعد دیگه من برم دیگه، یه کوچولو کار دارم. باشه خداحافظ. حالا بچه بعد گازشو بگیرم از اینجا برم تا این ترور به ما شک نکرده سریع بعد از این منطقه بزنم بیرون، چون ماشین منو میشناسه. خب و تمام خونه‌های اینجا هم بچه ترور باشون رفیق دیگه. کافی یه نفر یه آمار بده بعد وقت شد. الو آقای فرانکلین، ماموریت به کجا رسید؟ ماموریت والا الان رفته بودم قبلش رفتم پیش لستر، بعد الان اومدم خونه ترور یه کوچولو بررسی کردم، ماشینم دیدم عجب ماشین خفنیه. من ماشین رو میدازم واسهتون. الانم زنگ زدم به ترور، با هم یه دونه قرار گذاشتیم و گفتم اینجوری از خونه بکشمش بیرون دیگه. امشب کار تمومه. خیلی خب پس الان به این لوکیشنی که واسات میفرستیم بیا تا وسیلت رو بهت بدیم. خب بچه رسیدم اونجایی که باید بریم وسیله‌مون. من هنوز نمیدونم چه وسیله‌ای باید در بسته است. چرا؟ الو در باز کن. الو لطفا ماشینتون رو پشت در پارک کنید آقای فرانکلین. بفرمایید بالا. یا اول از بالا چیه؟ وسیله مگه ماشین نمیخوام؟ چی کار داری میکنی؟ الو وسیله من اینه؟ سلام آقای فرانکلین، خوش اومدید. بله وسیله شما اینه و باید با این هلیکوپتری که اینجا دارید میبینید برید اون ماشینی که امروز جلو در خونه ترور دیدین رو برای ما بیارید. لوکیشن جایی هم که باید بیایید رو واسهتون میفرستیم. فقط اینکه این هلیکوپتر یه قابلیت داره، اینی که وقتی شب بشه شما توی آسمون به سختی قابل تشخیص هستید، چون رنگ این هلیکوپتر آینه است و همه چی رو منعکس میکنه. اوکی بچه پس بریم هلیکوپتر رو برش داریم تا برسیم خونه ترور شب. آقای فرانکلین جانم ببینم این چیکارمون داره. ولمون نمی‌کنید جان. لباس کارتون رو فراموش کردید. لباس کار چیه؟ الان میگم بچه‌ها واسهتون بیارن. بابا یکم تنگه، بعد بدیم واسه من خیاط بدوزه. آها خب فکر کنم رفتن. خب بچه لباس اونم پوشیدیم، چقدر شبیه اینا شدم حاجی، انگار دقیقاً رفتم تو سازمان. من دیگه برم دیگه. آره امیدوارم ماموریت رو بتونید با موفقیت انجام بدید. اوکی بچه نمیدونم میتونید ببینید یا نه، ترور همین الان از خونه‌اش زد بیرون داره میره سوار ماشینش بشه. خب لباساشو نگاه کن، یه لباس درست حسابی این بچه نداره. اوکی ماشینش رو روشن کرد و بچه همین الان داره میره سمت خونه من. بچه زیاد وقت نداریم. اولین چیزی که بچه لستر بهم گفت این بود که یادم نره دوربیناشو از کار بندازم. خب دوربیناشو بچه کار خاصی نداره. اوکی بچه یکی از دوربیناش یکی از کار افتاد و اونم کار گفت دیگه. این از کار افتاد بچه، جفت دوربیناش از کار افتاد و ماشین رو بچه این ماشین صبح یه رنگ دیگه نبود. بچه من سریع بیام پایین دیگه. فکر کنم الان ترورم رسیده جلو در خونه منو، الان درست که برگرده. بودو آجی این زورش نمیرسه اونو بلند کنه. من مطمئنم، من نمیدونم سازمان چه فکری کرده، ولی من مطمئنم این نمیتونه اونو بلندش کنه. شاید اون بتونه اینو بلند، ولی این نمیتونه. چی دارم؟ آها گرفت آجی این زورش نمیرسه اونو بلند کنه. من مطمئنم. چجوری اینو وای ماشین نه آجی تو آب نریا بدبختمون کنی. فرانکلین گوشی رو بردار. فرانکلین بیچارت میکنم. فکر کردی نفهمیدم سرکارا گذاشتی ها؟ وایسا دارم میام مرد که دوست ماشین رو بزن زمین. فرانکلین بزن پای ماشین منو، نگاه کن چیکار کرده.
ای وای که داره دنبال من میاد، برگشت این ترور. وای 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 خطش کن. بچه‌ها من یه زنگ بزنم به سازمان، سریع باید بهشون بگم لوکیشن بفرستن. بردار. الو سازمان، میگم که من ماشین رو دزدیدم، الان لوکیشن میخوام. تو تبریک میگم آقای فرانکلین، لطفا به این لوکیشنی که الان واسهتون میفرستم بیاید. اوکی بچه لوکیشنم فرستادم. آقا من دارم میام، فعلا خدافظ. برو بریم بچه، خیلی هم دور نیست از اینجا. بچه این سازمان چیکارن اینقدر دم و تشکیلات دارن؟ وای وای وای. خب برو بریم، فکر کنم داره دراش باز میشه. بچه دراش داره باز میشه، برو بریم پایین. بچه اینجا رو نگاه، حاجی زیر زمین یه انبار عجیب غریب درست کردم. و بچه من یکم ترسیدم راستشو بخواید، میخوام به مایکل و ترور زنگ بزنم بهشون بگم میام کمک، ولی الان ترور منو ببینه کلمو میبره. صدا از کجا؟ بله ماشین رو پارکش کردم، هلیکوپترم گذاشتم همونجا. اسلحه من که اسلحه ندارم. دورم یا اول خیلی خب بابا باشه خانم، هر اسلحه‌ای داشتم من گذاشتم زمین دیگه، بفهمید بیاد. من یکم چک کنم ماشینو. خب اینم که سالمه. بله ماشین درست آقای فرانکلین. از همکاری شما ممنونیم و امیدواریم در آینده بتونیم ماموریت‌های بیشتری واسه شما داشته باشیم. اینم از پول اولی ماموریتتون، خدمت شما. نه حالا نیاز نیست. $1,000,000 یا خدا. بچه باور خانم دست شما در نکن. فقط من یه سوالی ذهنمو درگیر کرده، بچه‌ها مطمئنم اینجوری این می‌خواستم ازتون این سوال بپرسم، اینه که این ماشین رو گفتیم مگه نیارم دنیا نابود میشه؟ نمیدونم چرا دقیقاً دنیا نابود میشه؟ آقای فرانکلین شما چون عضو سازمان هستید من این حرفا رو به شما میزنم، ولی خب دیگه کس دیگه این حرفا رو نزنید. این موشکایی که عقب این ماشین دارید میبینید قابلیت اینو دارن که یه شهر کامل رو بفرستن روی هوا. اگر همشون رو با هم دیگه شلیک کنید کره زمین نابود میشه. یا خدا، پس میتونه جنگ جهانی باشه اگه این اتفاق بیفته. پس خدا رو شکر من دیگه اینو دادم دست شما و جاشم همونه دیگه، من برم دیگه فعلا، خدافظ. اوف بچه بالاخره این ماموریت عجیب غریبمونم تموم شد. آقا برو بریم سمت ماشین منم اومدم گذاشتن اینجا. چجوری میفهمی ماشین من کجا بوده؟ آقا چقدر اینجا عجیب غریب. یا ابوالفضل تلفن بگم زنگ بزن. باشه الان جواب بدم پدرم میدن، ولی جواب ندن آدرس خونه‌مو میدن. آقا بزن جواب بدم. الو ترور ببین قبل از اینکه حرف بزنی من همه چی رو دونه به دونه واسه توضیح میدم. ببین من مقصر نبودم. خب فرانکلین میفهمی اصلا چی کار کردی؟ ما رو بدبختمون کردی. چرا بدبختت کردم؟ چی شده؟ من یه ماشین ازت دزدیدم دیگه. تو الان باعث شدی که جنگ جهانی شروع بشه. جنگ جهانی شروع بشه؟ چی داری میگی ترور؟ اگر تا اینجا ویدیو رو داشتی تماشا میکردی قلب قرمز رو داخل کامنت ها بذار، و اگر دوست دارید بریم واسه پارت بعدی لایک های این ویدیو رو به بالای 2500 تا برسونید. سابسکرایب چنلم یادت نره و دوتا ویدیو آخرمون هم داری روی تصویر میبینی، اگر دوست داشتی روشون کلیک کن که خیلی بهم انرژی میدی. عشق منی، مراقب خودت باش و به زودی با ویدیوهای خیلی خفن‌تر میبینمت. فعلا.